ساکن شهرک یلبوگ رحمتشاه دیناوی بعدی از کمیسیون طبی گذاشتن در وقت معین شده و کمیسریت حربی نویای واسه آمد. سعیدشاه همراه پدرش است. همچون شهروند در ادای عهدهداری خود نزد وطن او آماده می باشد. من با دعوت کمیسر حربی با دعای پدر و مادر به اینجا اومدم و با خواهش دل خودم میخوام 2 سال اینجا خدمت کنم. این آرزوی دیرینه من بود. روز اولی دعوت بهاری جوان پسران به صفای قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان همراه سعیدشاه این جوانان اختیاریان میباشند. نوازکاران علاقه درباره خدمت در صفای قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان معلومات دارند تا به اینجا اومدن در چاره‌بینی هایی که مثل وطن پرور و شناسایی با قسم های حربی از جانب بخش کار با جوانان و ورزش در ناحیه گذرانیده شدند آنها اشتراک داشتند. شاد سان میکنم که با خدمت مادر وطن با سری بلند میرم با نزد پدر مادر برمیگردم با سری بلند. در چاره‌بینی دانه بخشیده به روز دعوت شونده که نزد کمیسریت حربی ناحیه دایر گردید نمایندگان مقامات‌های حفظ حقوق سابقه‌داران مهنت والیدان و نورسان در گسیل نوازکاران اشتراک داشتند. در برآمد رئیس ناحیه واسع قید گردید که در ناحیه 12000 نفر جوانان سنی دعوتی به قید گرفته شدند. خدمت به وطن قرض شهروندی هر یک نفر جوان مردی با اور و ناموس می‌باشد. در این چاره‌بینی همچنین پیران روزگار دیده مادران سربازان قسم حربی 13483 نوازکاران برآمد نموده در ادای خدمت حربی با نوازکاران دعای نیک تمنا کردند. در قسمت فرهنگی چاره‌بینی بخشیده به روز دعوت شونده هنرمندان بخش فرهنگی ناحیه با سرودهای وطن پرورانه خاطر اشتراکچیان چاره‌بینی را شاد گردانیدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید.